خب بیایید با هم بریم سراغ یه داستانی که با یه ضرب المثل خیلی شاعرانه هورامی شروع میشه. هر کس در تاریکی است پرتویی از نور برایش بفرست. این ایده نور بخشیدن به تاریکی دقیقاً محور اصلی داستان امروزمونه. داستانی که از قلب منطقه هورامان میاد. خب حالا سوال اینه، اگه خود اون تاریکی یه اهریمن باشه چی؟ بیاین با هم بریم ببینیم افسانه پیچیده و وهم‌آنگیز هال در مورد چیه. خب اول بریم سراغ این اهریمن، یعنی هال. داستان ما توی روستایی شروع میشه که هم زیر برف سنگینی مدفونه و هم زیر بار یه غم خیلی سنگین‌تر. یه مادر جوون به اسم خونچه موقع زایمان فوت کرده. اهالی روستا همشون دارن پچ میکنن که هال بردتش. یعنی یه نیروی ماورایی، یه اهریمن مقصر این ماجراست. خب هال چیه اصلاً؟ ببینید توی فرهنگ عامه هورامان هال یه جور اهریمن یا روح خبیثه که معتقدن میاد و جون مادر و نوزادش رو میگیره. یه توضیح ترسناک برای اتفاقات تلخ و تراژدی‌های مربوط به زایمان. حالا بیاین این افسانه رو رمزگشایی کنیم. مثل خیلی از افسانه‌ها پشت این باورها و خب خرافات یه واقعیت علمی تلخ پنهان شده. از نظر پزشکی این پدیده‌ای که بهش میگن هال در واقع همون عوارض شدید بعد از زایمانه. چیزایی مثل سوء تغذیه، نبود مراقبت‌های پزشکی یا خونریزی شدید میتونسته باعثش بشه. این علائم مثل هذیون گفتن یا ضعف شدید متاسفانه توی مناطقی که دسترسی به بهداشت مدرن نداشتن خیلی شایع بوده. ولی این توضیح منطقی با اینکه کاملاً درسته فقط نصف داستانه، چون برای این مردم یه حال دیگه هم وجود داشت، یه اهریمن خیلی خیلی واقعی تر. و اینجاست که داستان ما یه پیچش فوق‌العاده پیدا میکنه. از یه افسانه محلی تبدیل میشه به یه استعاره سیاسی تکون دهنده. نویسنده منبع ما یه ارتباط خیلی جالب برقرار میکنه. میگه کردار و رفتار حکومت‌های پی در پی علیه کردها در ایران یادآور عملی حالگونه و شیطانی و سرشار از دشمنی است. یعنی در واقع میگه اقدامات سرکوبگرانی حکومت خودش یه حال دیگه بود. یه حال سیاسی که این مردم رو آزار میداد. این حال حکومت هم دقیقاً به همون اندازه بیرحم بود. اون هم رنج و مرگ و دلشکستگی برای خانواده ها به بار می آورد. اون هم جان جوون ها رو می گرفت و با ترس قدرتش رو تحمیل می کرد. درست مثل همون اهریمن توی افسانه ها. برای اینکه عمق این استعاره رو بهتر بفهمیم، باید یه نگاهی به تاریخ اون دوره بندازیم. به یک قرن سرکوب. ببینید توی اوایل قرن 20 به خصوص دهه 1310 دولت رضاشاه عملیات نظامی گسترده‌ای رو برای سرکوب رهبران محلی هورامان شروع کرد. فرمانده‌هایی مثل سرهنگ رزمارا و بعدش امیرلشکر امیراحمدی که بهش قصاب لرستان هم میگفتن برای سرکوب شدید مردم به منطقه فرستاده شدند. نتیجه این کارا چی بود؟ دستگیری‌های وسیع، تبعید مردم به شهرهای دور و یک کنترل شدید دولتی روی تمام جنبه‌های زندگی. و نکته جالب اینجاست که این وسط یه دورویی عجیبی هم وجود داشت. از یه طرف روایت‌های رسمی از تاریخ هورامان این منطقه رو یکی از بکرترین حوزه‌های تمدنی ایران زمین معرفی می‌کردن. ولی از طرف دیگه یه داستان ساختگی رو ترویج میدادن که مثلا یه شاهزاده ایرانی گم شده بود و یه چوپان به اسم اورامان کمکش کرد و بعد همون چوپان شده سلطان منطقه. یه جورایی سعی داشتن تاریخ واقعی و هویت مردم رو کمرنگ کنن. خب حالا با این پیش‌زمینه تاریخی برگردیم به روستای داغدار داستانمون. روستایی که حالا باید همزمان با 2 اهریمن بجنگه. دقیقاً همون موقع که روستا داره برای خونچه عزاداری میکنه، یه خبر وحشتناک دیگه میرسه. شوهرش اسکه به دست ژاندارمری کشته شده. اسکه برای اینکه بتونه شکم زن و بچهش رو سیر کنه، مجبور بود کلبری کنه. و حالا جونش رو هم سر همین راه از دست داده بود. و اینجا روستا کاملاً فلج میشه. از یه طرف یه نوزاد یتیم بدشگون روی دستشون مونده که به خاطر افسانه حال ازش میترسن. از طرف دیگه از حکومت، یعنی همون حال سیاسی که پدر بچه رو کشته، وحشت دارن. یعنی عملاً بین خرافات و وحشت حکومتی گیر افتادن.
توی مسجد یه بحث خیلی سنگینی در میگیره. یه مردی به اسم صوفی کاکا بلند میشه و سعی میکنه بقیه رو آروم کنه. التماس میکنه و میگه دیو و اهریمن کسیه که دستش به خون پدر او آغشته است. منظورش اینه که اهریمن واقعی این بچه‌ی بیگناه نیست. اون قدرتیه که پدرش رو کشته. بعدش یه جوون دیگه به اسم سیروان پیشوای دینی روستا یعنی مموسا رو به چالش میکشه. ازش یه سوال خیلی سخت میپرسه. اونی که جان میده فقط همونه که میتونه بگیره. پس چطور نیروهای امنیتی تونستن جان اسکه رو بگیرن؟ این سوال یه جورایی کل باورهای روستا و تسلیم شدنشون در برابر سرنوشت رو زیر سوال میبره. این وسط کدخدای روستا کیخا میره شهر تا ببینه چه اتفاقی افتاده، اما اونجا با گروهبان زینعلی از ژاندارمری روبرو میشه. گروهبان تهدیدش میکنه که چرا مرگ رو فوری گزارش نداده و بهش هشدار میده که حکومت قدرت مطلقه و هر مخالفتی رو له میکنه. در نهایت هم به کیخا میگن باید یه گزارش بنویسی و داستان رو جوری تعریف کنی که پای حکومت وسط نیاد. این فاجعه دوگانه باعث میشه که روستا مجبور بشه با عمیق‌ترین ترس‌ها و باورهاش روبرو بشه. اینجاست که نبرد برای فردا شروع میشه. این مردم حالا بین سنت، ایمان و واقعیت بیرحم سیاسیشون گیر کردن و دارن با خودشون کلنجار میرن. آخر سر ماموسا و کیخا به این نتیجه میرسن که دیگه نمیشه دست روی دست گذاشت. باید یه راهی برای دادخواهی پیدا کنن، حتی اگه خیلی خطرناک باشه. پس چالش پیش روی اونها دوتاست. یکی این که باید بر خرافات خودشون غلبه کنن و از این بچه یتیم مراقبت کنن. دوم این که باید شجاعت پیدا کنن تا جلوی اون حال واقعی، یعنی قدرتی که همشون رو تهدید میکنه، بیستن. و این ما رو با یه سوال نهایی تنها میذاره. سوالی که واقعاً آدم رو به فکر فرو میبره. وقتی هیولاهای واقعی وجود دارن، دیگه باور داشتن به ارواح و اجنه چقدر اهمیت داره؟ وقتی یه جامعه با سرکوب واقعی و ملموس دست و پنجه نرم میکنه، اهریمن‌های توی قصه ها واقعاً چقدر قدرت دارن؟